در مورد خانم پوران از من میپرسین. ایشون خواهر نازنین من هستن، متولد 15 بهمن 1312 هستن و متاسفانه 12 مهر 1369 هم ما از دستشون دادیم. زندگی راستی چه زود میگذره، آدم از فردای خود بیخبر. از خیلی بچه که بودن تو مدرسه سر صف میبردنش بالا که قرآن قرائت کنه. برای همین قرآن خوندن تحریرای عربی اومد تو حنجرش که بعدها این یکی از مشخصات بارز صداش شد. اگه تا اون بر دنیا که بری، من تو رو یه روزی پیدا میکنم. اگه سختی تو رو تلس کنم، من میام تلسم تو با میکنم. اگه سختی تو رو تلس کنم، من میام تلسم تو با میکنم. بعد خاله ما خانم روح بخش که در آن زمان از بزرگان موسیقی ایران بود، آهنگسازهای متعددی با ایشون رفت آمد داشتن. اغلبا خب وقتی ما اونجا بودیم میدیدیم آقای شاپور نیاکان، آقای مجید وفادار و آقای عباس شاپوری، ولی آقای شاپوری تو اینا جوانترینشون بود و تازه کارهای خیلی جالبی با آقای جبلی داده بودن بیرون. پوری اون موقع دانشجوی هنرستان موسیقی بود. بعد که آقای شاپوری رو دید در منزل خالمون، از ایشون خواهش کرد که اگه کلاسی دارن پوری شرکت کنه. توی همین رفتنهای کلاس خصوصی این دوتا به هم علاقه‌مند شدن و پوری 16 سالگی به عقد آقای شاپوری در اومد. قبل از اون که به عقد ایشون درآمد، وقتی شاگردش بود یه ترانه ساخته بود به نام رفتی و نگفتی. اینا رفتن توی زیرزمین و یه صفحه یه ورشو همین رفتی و نگفتی رو ضبط کردن، یه ورش هم یه آهنگی بود به نام شبنم مال آقای شاپوری. و بعد وقتی پوری اینو آورد خونه به منم یواشکی اینو گذاشت، گفت این کیه؟ اگه گفتی این کیه که من نفهمیدم. بعد گفت منم باور نکردم. بعد از 2-3 روز آقای شاپوری به ما خبر داد رادیو رو بگیرین، از برنامه جوانان پخش میشه به نام دوشیزه ناشناس. این اولین صفحه‌ای بود در اون زمان که از پوری پخش شد. تا اشکی ریزد از چشم جانوران، تا دردی باشد در جان بیقرارم، از لطف و صفا چون لاله در بهارم. اگر به دل نبایی شبی به سویم آیی. بعد که ازدواج کردن همتون میدونین که آهنگ‌های واقعاً جاودان و به یاد ماندنی گذاشتن با هم دیگه، مثل تک درخت. تک درختی تیره بختم که داشته بود زهرا فریاد من شکسته در گلوی نیلوفر. ای عشق من زیبا نیلوفر من، در خواب نازی شبها نیلوفر من، در بستر خود تنها خفته ای تو. بعد چند تا آهنگ اقتباس کردن از عربی خانم فیروز میخوند به نام شانه. قلبی که دلی کم ترزن شانه، کم در چینا شکنش دارد دل من کاشانه، کم در چینا شکنش دارد دل من کاشانه. بعد یکی بود الله اکبر که اینا همه با شعرهای فارسی اجرا میشد. خلاصه یه زوج هنری بسیار موفقی بودن. خداوند یه پسر نازنینم بهشون داد به نام شهریار شاپوری. متاسفانه این زندگی ادامه پیدا نکرد. بعد از 7-8 سال اینا از هم جدا شدن. پوری هم دیگه ترک کارهای هنری کرد. بعد از چند سال که از هنر ایران دور بود، به عقد و ازدواج آقای حبیب الله روشنزاده
که شهرتشون ایرج روشنزاده است در اومد که ایشون مفسر ورزشی بودن. ثمره ازدواجشون یه پسر به نام امید و یه دختر به نام آرزوه. وقتی که با آقای روشنزاده ازدواج کرد، با صلاح دید همه و اصرار واقعا هنرمندای اطرافش دوباره کار هنری رو شروع کرد که حاصل اون گل اومد بهار اومده که ساخته آقای مجید وفاداره. گل اومد بهار اومد میرم به سرا، عاشق صحراییم بی نصیب و تنها، دل بر مهد کره گردن فلورم، عید اومد بهار اومد من از تو دورم. و بسیار بسیار ترانه های دیگه ای که از آقای پازوکی خوند، از آقای انوشیروان روحانی خوند. بعد چون تحریر خیلی به خصوصی تو صدای پوری بود، ازش دعوت شد به برنامه گلها که یکی از مشهورترین برنامه‌های گلهاش کیه کیه در میزن است. کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و کالنگر میزنه من دلم میلرزه. قبل از انقلاب اسلامی عازم آمریکا شد برای دیدار بچه‌هاش و بعد وقتی انقلاب اسلامی به ثمر رسید دیگه موند پلو بچه‌ها، چون فکر کرد اگه برگرده دیگه نمیتونه بچه‌هاشو ببینه. سالها اونجا زندگی کردن، بچه‌ها بزرگ شدن. بعد از مرگ مادرم که مادرم یه ناخوشی متاسفانه گرفتن که ما مجبور شدیم بفرستیمشون آمریکا، هیچ کدوم ما به غیر از پوری اونجا نبود و ضربه خیلی شدیدی بود به پوری. اومد ایران. وقتی اومد ایران خب دچار گرفتاری‌های زیادی شد و شاید این گرفتاری‌ها و این شوک‌های پی در پی باعث شد که به بیماری سرطان سینه دچار شد. خب پوری 56 ساله ما از دستش دادیم و ضربه خیلی بزرگی بود، چون تازه می‌خواست ببینه زندگی چیه، چون تا قبل از اون که کار می‌کرد و فعال بود و هیچ آسایشی نداشت. گر شنیدی سرگذشتی یاد من کن، گر بیام از این سفر ای گل